اون چیزی که میدونم به شما نقل میکنم. لطفاً بشینه. توضیح بده دخترم، تو چی را میفهمی؟ نوران دمیرجی سبب مرگ یوسف ارکان شده. لطفاً نظم ما رعایت کنین. نوران دمیرجی مادر تو بود؟ مادر اندرم بود، کسی که مرا بزرگ ساخته و پرورش داده بود. ادامه بده. پدر کلانم وقتی که من بسیار خرد بودم مرا به نوران دمیرجی و الیاس دمیرجی به طور فرزندی داده بود. وضعیت اقتصادی مادر و پدرم بسیار خراب بود. یوسف ارکانم همراه اونا بعض اوقات کمک مالی میکرد، البته به خاطر من. اونا را به یک شهر دیگر روان کرده بود. تا امروز همین قسم ادامه دادیم، با هم یک جا بودیم. بعد از قدر سالا یوسف ارکان یعنی پدر کلانم به اینجا آمده بود و به نوران دمیرجی یعنی مادرم میگه که این دختره باید پس به ما بدی. مادرم البته مرا مثل دختر اصلی خود فکر میکرد، نخواست که مرا به پدر کلانم بده یعنی به یوسف ارکان. در بین اونا یک مناقشه کوچک به میان آمده بود. نمیفهمم دست اندازی کرده بودن چی کرده بودن. فشار و آدم بلند رفته بود. در همو اثنای دست اندازی نمیفهمم پدر کلانم به زمین مفته و در همونجا زندگی خود از دست میده. در همو اثنا مادرم بسیار ترسیده بود که زندانی نشه، از او خاطر پدر کلانم ده همونجا دفن کرده بود. خب این گپا را بدون تو دیگه کی میفهمه دخترم؟ بگو. دیگه هیچ کس نمیفهمه، فقط من میفهمیدم. جزایی کار هر چیزی که باشه میخوایم من ببینم. خب دخترم، تو این گپا را در قدر وقت چرا پنهان کردی که حالا بر ما میگی؟